برادرای عزیز، وقتی خدای مهربان جان ما را میگرفته است، معنای آیت همین است. وقتی که دیگر ما بی جان میشویم، وقتی که الله دویم باره جان در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم باره داریم؟ ولی در یک حدیث خواندم که بغیر شهید هر کسی را که میگفتند که دویم باره میخوای که دنیا برای، میگفته است نمیخواهم. میگفتن برای چی نمیخوایی؟ میگفته است اگر 100 سال که معیشت کنیم، سکرات مرگ دهان ما را تلخ کردگی ای. یعنی آن مشکلاتی را که ما در حالت مرگ کشیدگیم، هیچ وقت بازگشتی به سوی دنیا دیگر نمیخواهیم.